سرنوشت سلسله صفویه از ظهور تا تاجگذاری شاه اسماعیل. به نام خداوند بخشنده مهربان. در دل تاریخ ایران برخی سلسله ها تنها یک دودمان سیاسی نیستند، بلکه جریان هایی اند که روح یک ملت را دگرگون می کنند. صفویان از این دسته اند. داستان ظهور آنان ماجرای طریقتی کوچک اما پرجاذبه است که از گوشه‌ای در آذربایجان آغاز و سرانجام ایران را برای قرنها تغییر داد. این داستان قصه صبر، باور، خانقاه، شمشیر، ایمان و جوانی است. قصه طریقتی که به امپراتوری بدل شد، طریقت صفویه. ماجرا از قرن هفتم هجری در شهری آرام و معنوی به نام اردبیل آغاز می شود. در این شهر خانقاهی بود با پیشوایی که نامش شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود. مردی زاهد، محبوب، کاریزماتیک و باهوش. شیخ صفی با سلوک شخصیش پیروان فراوانی یافت و کم کم خانقاه او به مرکز توجه در سراسر منطقه تبدیل شد. طریقت او بعدها صفویه نام گرفت. در این دوران صفویه هنوز سلسله پادشاهی نبود، نه سپاهی داشت، نه داعیه حکومت. نیروی حقیقی آنها ایمان مردم و آوازه شیخ صفی بود. پس از او فرزندانش یکی پس از دیگری رهبری طریقت را بر عهده گرفتند. شیخ صدرالدین، خواجه علی، شیخ ابراهیم و سپس شیخ جنید. هر یک چیزی به این جریان افزودند و صفویه رنگی تازه یافت. با شیخ جنید فصل تازه‌ای آغاز شد. او شخصیتی نیرومند، جاه طلب و پرنفوذ بود. برخلاف نیاکان خود که بیشتر چهره‌های عرفانی بودند، جنید چشماندازی سیاسی داشت. او کوشید تا نیروی معنوی و اجتماعی طریقت را با قدرت نظامی پیوند دهد و پیروانش را از مریدان انفرادی به نیروی سازمان یافته تبدیل کند. بسیاری از قبایل ترکمان به ویژه قزلباش‌ها مجذوب کاریزما و لحن آتشین او شدند. اما این خیزش تازه برای قدرت خطر نیز داشت. دولت آقویونلو و شروانشاهان نسبت به رشد طریقت صفوی بدبین شدند. درگیری‌ها بالا گرفت و سرانجام شیخ جنید در نبردی با شروانشاهان کشته شد. اما خون او نه تنها طریقت را خاموش نکرد، بلکه آن را شعله ورتر. پس از شیخ جنید پسرش شیخ حیدر رهبری طریقت را به دست گرفت. مردی شجاع و کاریزماتیک که توانست قبایل ترکمان را بیش از پیش گرد طریقت جمع کند. در دوران او پیروان صفویه کلاه مخصوصی بر سر می‌گذاشتند با 12 ترک، نشانه اعتقادشان به 12 امام. کلاهی که بعدها قزلباش به معنی سر سرخ از آن گرفته شد. شیخ حیدر همچون پدرش به درگیری‌های سیاسی وارد شد و پس از چند نبرد سرانجام او نیز در میان جنگ با شروانشاهان کشته شد. اما میراث او از میان نرفت. در پسر نوجوانش شعله‌ای باقی مانده بود و این شعله همان بود که تمام ایران را روشن کرد. اسماعیل کودکی پس از مرگ حیدر خانواده صفوی در معرض خطر قرار گرفت. دشمنان قصد داشتند نسل آنان را ریشه‌کن کنند. اما مادر اسماعیل بیبی فاطمه و گروهی از قزلباش‌ها با شجاعت او را پنهان کردند و سالها در نقاط مختلف گیلان و شمال ایران از او محافظت نمودند. اسماعیل کوچک در دل جنگل‌های مه‌آلود گیلان، همان جا که تاریخ گاه قهرمانانش را پنهان می‌کند تا روزی دوباره به صحنه بازگرداند، بزرگ شد. در این سالهای مخفیانه او از کودکی بدل به جوانی شد، با روحیه آتشین، اراده آهنین و ایمان به سرنوشت مقدر خود. قزلباش‌ها
که او را میراثدار جنید و حیدر می‌دانستند همچنان حول نامش گرد می‌آمدند. برای آنها اسماعیل تنها یک رهبر سیاسی نبود، سایه معنوی طریقت صفوی و تجلی امید به پیروزی بود. در سال 905 هجری اسماعیل تنها 13 سال داشت، اما کاریزمای او فراتر از سنش بود. در این سن تصمیم گرفت از مخفیگاه بیرون آید و حق پدران را بازپس گیرد. این تصمیم نقطه آغاز ماجراجویی بزرگ او بود. قزلباش‌ها که از آذربایجان تا آناتولی پراکنده بودند، به محض شنیدن خبر ظهورش به سوی او شتافتند. هزاران نفر سوگند خوردند که جان خود را فدای او کنند. اسماعیل جوان در گیلان از پناهگاه بیرون آمد و به اردبیل زادگاه پدرانش بازگشت و از همان جا مسیر قدرت را آغاز کرد. دشمنان او را نادیده گرفتند. تصور کردند پسری نوجوان چگونه میتواند امپراتوری ها را به چالش بکشد، اما آنان نمیدانستند که تاریخ گاه با دستان جوانان نوشته می شود. نخستین هدف اسماعیل انتقام خون پدر و جدش بود. او سپاهیان خود را به سوی شروان برد، همان سرزمینی که شیخ جنید و شیخ حیدر در آن کشته شده بودند. در نبردی سریع و قاطع او شروانشاهان فرخ یسار را شکست داد و برای نخستین بار نام خود را بر سر زبانها انداخت. این پیروزی شکوهی نمادین داشت برای قزلباش‌ها، گویی که روح جنید و حیدر در وجود اسماعیل زنده شده بود. پس از این فتح موج حمایت از او بیشتر شد، سپاهیانش چند برابر شدند و نام او چون طوفان در سراسر ایران و آناتولی پیچید. اما بزرگترین مانع اسماعیل دولت آقویونلو بود، قدرتی که سالها بر بخش بزرگی از ایران تسلط داشت. رقیب اصلی او در این زمان الوندبیک آقویونلو بود. در سال 907 هجری نبردی تعیین کننده در نزدیکی تبریز رخ داد. اسماعیل جوانی 14 ساله در برابر سپاهی به مراتب بزرگتر ایستاد. قزلباش‌ها که او را سایه الهی می‌دانستند با فداکاری جنگیدند. نتیجه پیروزی کامل بود، پیروزی که فصل تازه‌ای برای ایران گشود. با شکست آقویونلو راه تبریز باز شد. اسماعیل وارد شهر شد، شهری که قرار بود پایتخت ایران تازه. وقتی اسماعیل وارد تبریز شد، مردم شهر او را با شور و احترام پذیرفتند. جوانی که تا دیروز در جنگل‌های گیلان ناشناخته بود، اکنون فاتح بزرگترین قدرت منطقه شده بود. در این لحظه صفویه دیگر تنها یک طریقت نبود. ایران در آستانه تولدی دوباره قرار داشت. در سال 907 هجری قمری در تبریز در جمع بزرگان قزلباش و مردم شهر، اسماعیل بر تخت پادشاهی نشست و عنوان شاه اسماعیل را برگزید. این لحظه نقطه آغاز حکومت صفوی و یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران بود. با این تاجگذاری پس از قرنها پراکندگی دوباره کشوری متحد شکل گرفت. شاه اسماعیل اعلام کرد که مذهب رسمی ایران تشیع 12 امامی است. تصمیمی که هویت مذهبی و فرهنگی ایران را برای همیشه دگرگون کرد. او فرمان داد روحانیون شیعه به سراسر کشور فرستاده شوند تا ساختار مذهبی تازه را تثبیت کنند. تاجگذاری اسماعیل نه صرفاً آغاز یک پادشاهی که آغاز یک هویت ملی تازه بود. او نقشه سیاسی ایران را ترسیم کرد، مرزهای آن را گسترش داد و برای نخستین بار پس از قرنها واحد سیاسی مستقلی ایجاد کرد که در برابر عثمانی‌ها و ازبکان قد علم کند. برای مردمی که سالها میان حکومت‌های متفرقه و جنگ‌های خانخانگی گرفتار بودند، صفویه نوید وحدت بود.
ایران دوباره یک کشور شد با پایتختی مشخص، مذهبی یکپارچه و پادشاهی با اقتدار. داستان صفویه از خانقاهی کوچک آغاز شد، جایی که شیخی زاهد پیروانی اندک داشت، اما در طول چند نسل این پیروان از مریدان عرفانی به سپاهیانی پرشور تبدیل شدند. شیخ جنید و شیخ حیدر مسیر را نظامی کردند و اسماعیل جوان آن را به امپراتوری رساند. تاجگذاری او در تبریز نقطه اوج این مسیر بود، پایان طریقت و آغاز دولت. صفویه تنها یک سلسله نبود، نیرویی بود که ایران را دوباره ساخت، هویت مذهبی آن را تثبیت کرد و زمینه شکوفایی و فرهنگ دوره